جاوید شریفی هستم، یک تن از اشتراک کنندگان سمینار خانم سادات که در مورد تجارت و راه اندازی کسب و کار با مقدار سرمایه خیلی کم بود. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید پاکیزه ترین شغل بازرگانی می باشد که در سخن آن دروغ نباشد. خب در سمیناری که اشتراک کردم خیلی چیزایی را آموختم که این سمینار در 3 دور برگزار شده بود. در دور اول ای را آموختم که یک انسان برای آغاز تجارت باید انگیزه کافی داشته باشه که تجارتش پیشرفت کنه و بتونه یک تاجر موفق باشه. و همچنان برای تجارت خود ما باید بازاریابی داشته باشیم که بازاریابی بچه‌انه می باشه و بهترینش نوع آنلاین می باشه، به خاطر که اینترنت همگی از اینترنت استفاده میکنه و خیلی راحت‌تر میشه که بازاریابی کرد. و همچنان ما میتونیم که با سرمایه‌های خیلی کوچک تجارت خود آغاز کنیم، مثلا روی مواد خوراکه که در هر گونه وضعیت اقتصادی خراب که باشه مردم مجبور است که از مواد خوراک استفاده کنه و میشه که ما تجارت خود روی مواد خوراکی مثل آرد، برنج، روغن آغاز کنیم با سرمایه خیلی کم. و همچنان میتونیم روی محصولات خانگی که میتونیم در خانه تولید کنیم و در بازار عرضه کنیم همیشه ما تجارت خود آغاز کنیم. و بعضی کارهای دیگه ما میتونیم که تجارت خود را با سرمایه کم آغاز کنیم. قبل از اینکه من در این سمینار شرکت کنم به این فکر بودم که تجارت با مقدار سرمایه خیلی بزرگ شروع میشه و با کم نمیتوانیم به این سمینار آموختیم که با کم میشه که ما سرمایه داشته باشیم و تجارت رو آغاز کنیم. خب بعد از دور اول سمینار من با مقدار 3000 افغانی یک بار مرغ در حلقه‌ای که ما داشتیم شروع کردم و چند تا مرغ خریدم که اونا تخمی هستن و میتونیم که حقیقش مفاد کنیم و برای فعلا برای نمونه است ولی در آینده نزدیک گسترش میتونم تجارت خوبی رو میتونیم که راه کنیم و خیلی از سمینار انگیزه گرفتیم و با سرمایه کمی که دارم من میتونیم که تجارت رو آغاز کنم. همچنان خانم سادات خانم بسیار موفق و سپاس داره در عرصه تجارت، ارتباطاتش خیلی خوبه و ما میتونیم که باشون در ارتباط باشم و میتونه که کمک کنه در عرصه آغاز کردن پلان‌های بعدی. خب من با نانوایی ها زیاد در ارتباط هستم و میتونم که همراه اونا تجارت خود آغاز کنم در مورد موادهای خوراکی مثل آرد و روغن که در این زمینه من پلان دارم در آینده فقط روی آرد کار کنم و با مشتریهای خود صحبت کنم که با اونا آرد توزیع کنم و بتونم که از این راه یک تجارت را آغاز کنم و بالاخره یک تجارت رونق داشته باشه. خب خواسته های من است که در آینده تجارت و کسب و کار شخصی خودی من داشته باشم و از زندگی خود لذت ببرم. یعنی میخوایم که کسب و کار را اندازی کنم که یعنی از پولم دوباره پول به دست بیارم و خودم زیاد درگیر نباشم جسمی و یا ذهنی، که یعنی که میخوایم یک کارآفرین باشم و اینطوری میشه که یک زندگی خوبی را آغاز کنم. خب الگویم در تجارت هم آقای میرویس عزیزی می باشد، ثروتمندترین مرد از افغانستان که او در خانواده پولدار به دنیا نامد، در خانواده‌ای که تجار باشه به دنیا نامد، بلکه در یک خانواده معمولی به دنیا آمد و همچنان تجارت خود را فقط با $500 بعد از دانشگاه آغاز کرد و با مهارتی که داشت، با ارتباطات خوبی که داشت تانست خیلی زود رشد کنه، با استعدادی که داشت و با اراده‌ای که داشت فعلا به بزرگترین تاجر افغانستان تبدیل شده و پروژه‌های خیلی بزرگی داره که در سطح دنیا میخواد عملی کنه و نام افغانستان را جاودان بسازه در تاریخ. و خیلی تشکر میکنم از خانم سادات که سمینار رو برگزار کردن و یک خدمت بزرگ به کشور ما انجام دادن که در این سمینار کسایی که شرکت کردن حتما انشالله که تجارای موفق خواهد شد و در آینده هم برای خود و هم برای کشور ما افغانستان کمک خواهد کرد. تشکر از توجه شما. یا حق.